شنیدنش به یگان شک شبهه. آن ای جنجال دعوا در حالت بعدی ایه که اویو بشنوه یا نمیشنوه. وقتی مایتا برداشته بودند سخن میکنه ما نمیتونیم شنیده نولا میکنه اگر به شرط چی باشه. همین وقتی که میگه مرده را در بالای تابوت میمونن و مردکا در سر کتفشو میگیرن، اگر مید میگه صالح باشه آدم خوب باشه میگه دیدم میکنه نعره میزنه قدیمونی شتاب کنی زود به منزل مقصود بریم برسونیم. آخه او قبر خدای تعالی به یک روضه از ریاض جنت مبدل کردم دیگه. از کجا میدونه؟ میگذره و سلامش میته به امر پروردگارم جواب سلامی را میته. خب در هم کتاب الروح از و در شعب الایمان امام بیهقی از حضرت راوی امت اسلام حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یک روایت اومده است، اما به پیغمبر نسبتش نداده است. از خودش میگه اگر حدیث به معنای عامش بگیریم همین هم حدیث میشه. حدیث موقوف به صحابی رفعش هم که نکرده باشه با پیغمبر، موقوف به صحابی است که میگه که انا اذا مر الرجل بقبر اخیه کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه رد علیه السلام و عرفه. وقتی که مرد از پیش یک قبری یک برادر مسلمانش که در دنیا میشناخت میگذره سلامش میته، او سلام ای را جواب میگه و میشناسش. و اذا مر بقبر لم یعرفه فسلم علیه رد علیه السلام. اما از پیش قبر مسلمان گذشت که نمیشناسش سلامش داد، او هم نمیشناسه ای را میگه جواب سلامش میگه. بعد از همه دلیل قویتر برای کسایی که میگن مرده میشنوه روایتی صحیح مسلم است از انس بن مالک. حضرت قصه جنگ بدر میکنه که میگه که وقتی که جنگ بدر خلاص شد حضرت صلی الله علیه و سلم امر کرد ابو مرده های مشرکا را از جمله آنها بدبخت ابو جهل دیگران را در یک چاه پرت افتادن میگه در یک قلیب بدر. 3 روز حضرت ایستاده در اون بدر که مبود و دشمنو بر دروغ مقصد که په نکنن که ترسیدن مسلمانو گریختن برای اون ایستاد که اگر یگون دعوا داشته باشه رزمون مقصد اینا بیوی. 3 روز حضرت عادت شبیه 3 روز همونجا ایستاد. روزی سیوم نزدی همون چاهی که مرده مشرکا در درمش انداختگی بود نزدی هم اومد گفت یا ابو جهل ابن هشام یا عتبه ابن ربیعه یا شیبه ابن ربیعه یا امیه ابن خلف. نامی همون 4 نفر سروری کافرها را که در همون جنگ کشته شده بودن گرفت. ای ابو جهل، ای عتبه پسری ربیعه، ای شیبه پسری ربیعه، ای امیه ابن خلف، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا فانی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا. آیا شما همون وعیدی را که خدای تعالی در حق تو کرده بود دریافته؟ با خدا قسم چیزی را که خدای تعالی برای ما بشارت داد او ما یافته. شما را همون عذاب و مشقتی را که خدای تعالی وعید تو میکرد دریافته؟ حضرت عمر از قفا می اومد است، صداش شنید گفت یا رسول الله کیف یسمع و قد جیفوا. ای حبیب خدا گفت آخه ایو چه خیلی میشنوان که ایو علاقه پوسیدیان علاقه بو گرفتگیان کی رو بشون زد از اون در هوای گرم نیستن. آقی حضرت صلی الله علیه و سلم گفت والذی نفسی بیده ما انتم باسمع لما اقول منهم ولکنهم لا یقدرون ان یجیبوا. قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، از شما گپی مرا ایو بهتر میفهمند، فقط قدرت جواب گفتن ندارن. گفت این قوی ترین دلیلشون کسایی که میگن مرده ها میشنون همین است. یک چیزش به خلافه مرده را تا همون وقتی که میبرن در قبر میماننش بر میگردن کو یک چند قدم دور میشوند تا او چرا شنیدنش به یگان شک شبهه. آن ای جنجال دعوا در حالت بعدی ایه که اویو بشنوه یا نمیشنوه. وقتی مایتا برداشته بودند سخن میکنه ما نمیتونیم شنیده نولا میکنه اگر به شرط چی باشه. انا حدیثی امام بخاری است با روایت ابو سعید خدری میگه حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که
اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني وان كانت غير صالحه قالت لاهلها یا ویلها این یذهبون بها. همین وقتی که میگه مرده را در بالای تابوت میمونن، مردکا در سر کتفشو میگیرن، اگر میت میگه صالح باشه، آدم خوب باشه، میگه دیدم میکنه، نعره میزنه، قدمونی، شتاب کنی زود به منزل مقصود برای برسونینم. آخه او قبر خدای تعالی به یک روضه از ریاض جنت مبدل کردم دیگه. از کجا میدونه؟ حالی بدنش در خونه خوب علاقه رحش ای حف عثمان میگذرونن، آخی زیر عرش پروردگار در قرار میگیره، ندای الله میشوه، ندای ملکوتی اکتب و کتاب عبدی فی علیین، این بنده برا در علیت العلیین نام نویس کنه و اعیده الى الارض، اکبر بگردونش به سوی زمین. فانی منها خلقتهم و فیها اعیدهم و منها اخرجهم تارة اخرى، زیرا که من این بنده را از خاک خلق کردم، با به خاک بر میگردونم، بار دیگه با از خاک حشرش میکنم. این علاقه میدونه، ندای پروردگار را شنید، او رحمت دید، او نعمت دید. میگه وقتی که اومد، اما دید که اندک مسحله کاری میکنن و سستی میکنن، نعره میزد است، قدمونی شتاب کنه، زود برای به منزلم برسونینم. اما اگر آدم غیر صالح باشه، خدای نکرده آدم فاسق فاجر باشه، گریه و ناله را میبرداره، یا ویلها این یذهبون بها، ای وای بر من کجا میبرینم؟ نبرینم که اونجا یک کامرای بخشید از یه. حضرت میگه یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، صداش همه میشنوه غیر یعنی آدم. حکمت بین ولو سمعه لسیقه، اگر آدم بشنوه میگه تلخ کف میشه، واقعی دیگه یوروی دیگه در زندگیش هیچ نمیمونه، تلخش میکفه. برای حکمت الهی به خاطر اون که امتحان کامل شوه انسان نمیفهمه، اما اون نعره میزنه. در روایت امام احمد در مسندش اومده است، حضرت میگه که المیت یعرف من یغسله و یحمله، میت شخصی را که غسلش میته، شخصی که تابوتش میبرداره همون را میبینه و میشناسه، از این چیزا آگاه. حتی یسمع قرع نعالهم، حتی میگه همون صدای پامونی مردم هم میشنوه. اما بعد بعضی‌ها میگن که خلاص به همین دیگه قطع شید، خلاص دیگه نمیفهمه، یگان صدا رو نمیفهمه. بعضی‌های دیگر میگن که نمیتونی سلامش میتی میشناسه، سلام تا علیک میگیره. اگر مقصد روح باشه، آخر روح نمیبره، روح میره، نه نیسته کو. همین روح در کجا قرار میگیره؟ اکثر روح‌ها در محیطه قبرها هستند، در همون قبرها هستند. همون قبر یک باغی از باغ‌های جنت میکنه، برای روح میکنه. روح زنده است اکثریتش، یا که یک حفره از حفر نیرانش میکنه، یک کمیره دوزخ میکنه، برای همون میکنه که عذاب شو بکشه. اگر چند نزد اهل سنت و جماعت عذاب در قبر هم بر جسمه هم بر روح، نه که یکی بر روح هست، این به خلاف اخی. این هم دعواگرایی که میگن جسد دیگه عذاب نمیبینه و روح عذاب میبینه، هو را رد نکردین کو. برای مثال همین قبر بیشتری روح‌ها در هم محیطه قبر هست، در نزدیکی همون هست. حتی کسی اگر به زیارت شما رفته است میشناختیانش. کی اومد؟ این همین کسایی که همین دعوا میکنن فلان و بسمدان مردم همه قبر پرست خاک پرست بگن ابلهی میکنن، همینا متاسفانه خودشو از علم به قدر کافی برخوردار نیستن. و الا همین در این مسئله روح عالم برزخ یکی از مکمل ترین کتاب ها را یک پیر همیان نوشته ایده. همین ابن قیم جوزیه، این شاگرد نمره اولی ابن تیمیه است. شخصی که آثار ابن تیمیه را بگیم ایسر نو زنده کرد، نام ابن تیمیه را هم طریق حفظ کرد. شخصی که در درجه و منزلت شاید ابن تیمیه بالا باشه و پایین نیست. این هم یک کتاب مکمل خشرو با نام الروح در همین موضوع نوشتگی است. اگر همین جاهلا همین را بخونن کو این قدر دعوا نمیکنن، نه که افسوس است، افسوس تو خوندگی نیستن. اصلا کلمه بدعت در زبان عربی به معنای چیزی نو میآید، نو پیدا، چیزی که اول نبوده بعد پیدا شد. عقل بسیار میگفتن این بدعت، اما در شریعت کلمه بدعت
در حدیث ها اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم بسیار نهی کرده استش و از بین گفته است. میگه که فإن کل بدعت ضلالت، هر بدعت ضلالت است، گمراهی است. هر بدعت حضرت صلی الله علیه و سلم گفته است که گمراهی است، از راه حقیقت دوشیدن است. حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه این حدیث های متفق علیه است. من احدث فی امرنا هذا لیس منه فهو رد. هر کسی که در همین دین ما چیزی از خودش اضافه میکنه که از این دین نیست، اون مردود است، یعنی مقبول نیست، قبول نمیشه. خب اما فقها گفتن که بدعت مختلفه میشه. بدعت میتونه حسنه باشه، بدعت میتونه سیئه باشه. از کجا گرفتن این گپ؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر نه فقط یک خلیفه راشد است، حضرت عمر مفتی امت اسلام است. در مسئله فتوای شرعی هیچ صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برابر نمیشود. در میان صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم 7 صحابی هستند که کثیر الفتوا اند. از همه بیشتر فتوا از امیو روایت شده است. در جای اول حضرت عمر میسته، یکم حضرت عمر است، دوم حضرت علی است، سوم حضرت عبدالله ابن مسعود است، چهارم مادرمون بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها است. در جای پنجم زید ابن ثابت میسته، جای ششم در حضرت عبدالله ابن عباس، جای هفتم در حضرت عبدالله ابن عمر. این 7 نفر. جای یکم در حضرت عمر است. اگر فتوای حضرت عمر را جمع کنیم 40 یا انسیکلوپدیا میشه. یعنی 40 یا انسیکلوپدیا میشه. به حد فتواش زیاده. ای حضرت عمر روایت حدیث کم است، اما فتوا خیلی زیاده است. علتش چیه؟ حضرت از بس که در عصر پیغمبر بود، همراه پیغمبر بود، کاری را از پیغمبر دیده بود، نمیگه که پیغمبر گفت، پیغمبر کرد، امر میکنه که بکنه. از اون پیغمبر نه، خودش میگه بکنه. ولی فتواش خیلی زیاده است، در صورتی که روایت حدیثش کمتر است. حالا حضرت عمر در صحیح بخاری اومده است، حدیث رقم 2010 در کتاب ساو. میگه در رمضان اومد مسجد رو اومد، مردم پراکنده، بعضیا تنها نماز میخونن، بعضیا دکس شده نماز خوندستیان، بعضیا قرآن میخونن، بعضیا یک گوشه داشتگی استراحت دارن. گفت اگر همه همیا یک جماعت میشیدن عجایب نعمت میشید. همه همیا یک جماعت میشیدن، یا امام پیش مید اومده، او اگر ختم قرآن میشید البته خوب میشید. بعد حضرت میگه ابی ابن کعب سیدی قرای قرآن است، سیدی حفاظ قرآن است. امام تعیین کرد، نماز یکتا کردن. وقتی روز دیگه اومدن، مردم همه در یک صف ختم قرآن میگذرونن. حضرت دید ذوقش کرد، گفت نعم البدعة هذه. چی بدعتی به نعمت است، چی بدعتی خوبی هستند. این حضرت عمر گفته است. این بریده و تراشیده و پرتوفته نمیشه بکن. نعم البدعة هذه. بعد چی میگن؟ میگن غرض همین بدعتی که در اینجا حضرت عمر آورده است همون معنای لغوی شد، یعنی چیزا که نه. مثلا لغوی ده نماز تراویح بود که در زمان پیغمبر، بله نماز تراویح بود، اما حضرت همگی 3 روز خوند، همگی 3 بار خونده است، هر شب نخوندن. ببینید خودی حضرت عمر بگو زبان عربی را چه شما نمیدونید؟ شما اخلاقای حضرت عمر عربی را خوبتر و بهتر میدونید. حضرت عمر نفهمید که کل بدعت ضلاله، همجا کل بدعت ای کل بدعت سیئه فی ضلاله، هر بدعتی که سیئه است بد از در ضلالت و در گمراهی است. اما حضرت نعم البدعة هذه. دیگر همون بزرگان محدثایی که مردمی به عقل به فرهنگ هستند، وقتی که تقسیم میکنن بدعت به سیئه و به بدعت ضلاله، اونو استناد میکنن یک حدیثی را از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که در صحیح مسلم اومده است. اگر چند اصل حدیث درباره صدقات است، یک گروهی از بنی مضر اومده بودن بسیار فقیر و کمبغل، انا حضرت دید شد بسیار جگرش سوخت، حتی آبی دیدش جاری شد. بگه خانه در اومد خارج شد، حضرت بلال امر کرد
از آن گفت قامت گفت نماز خواندن بعدا حضرت خطبه خوند تحقیق کرد مردم ها که امیو برادرای شما هم. هر کسی چی امکانیت داره بیاره خیر صدقه کنه. یکی از صحابیون میگه در دستش یک بدره زر گرفت یک مقصد یک خلطه دیرم کادت کفه تعجز عنها بل قد عجزت همین خیلی وزبینه که دستش دیگه قوت نکرد میگه آوردن بلکه حتی عاجز شد میگه دسته قپیدش. بعد مردم آوردن بعضی خوراکه و بعضی لباسه و دو خره شید یک طرف لباسه و یک طرف خوراکه و حضرت وقتی دید میگه روش پرتوافکن شید نورانی شید مثل طلا حتی میگه برق زد. بعدم میگه گفت حضرت صلی الله علیه وسلم گفت من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها من بعد من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا. هر کسی در اسلام یک سنت حسنه ای را جاری کنه اجر ثواب کردگیش هم میگیره و اجر ثواب کسایی را که به این تقلید کردن از حساب اونو نه از او کم نمیکنن خداوند با او میته اجر ثواب شد با همون مقداری دیگه به این هم میته. و من سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیه وزرها و وزر من عمل بها من بعد من غیر ان ینقص من اوزارهم شیء. و هر کسی یک کاری بدی را جاری کنه یک عملی نامطلوبی را داخل کنه هم گناهی کردگیش هم میگیره هم گناهی کسایی را که به این تقلید میکنه و این کار را انجام میده. اینوی غرض از سنت همینجا هم و یخین و بدعت های برای که اگر سنت با پیغمبر نسبت بتیم بای سیعه نمیشه بکن همش حسنه های همش نور های و اینجا سنتی سیعه میگه غرض میگه اونم بدعت های که بدعت به حسنه و به سیعه مبدل میشود تبدیل میشود. اکثری کلی شوری ها بزرگترین شوری های بخاری ابن حجر عسقلانی بدرالدین عینی که در بزرگی و در علم درک فهم شو حتی ای بچه بزرگون میگه